بر شما دوستان عزیز، درس بعدی دوره CCNA رو شروع میکنیم و از اینجا من کار عملی رو استارت میزنم. مباحث جالبی رو در این ویدیو خواهیم داشت. بریم سراغ کار و شروع کار با کامند لاین سیسکو. خب در ابتدا ما انواع سویچ های سیسکو رو بررسی کنیم. ببینید سویچ های سیسکو مدل های متنوعی دارن در بخش های مختلف. ما اینجا با سویچ های کاتالیست سیسکو کار داریم که سویچ های لایه 2 یا لایه 3 مربوط به شبکه های داخلی یا شبکه های لن هستن. مدل های مختلف داریم. بعضی از مدل ها با عدد 2 شروع میشن که اینها سویچ های لایه 2 هستن، یعنی سیستم هایی که بهشون وصل میشوند رو اینها رو با آدرس مک یا آدرس لایه 2 میشناسن، یعنی کلاینت های کامپیوترهایی که بهش متصل میشه با آدرس مکشون شناخته میشه. یک سری سویچ ها با عدد 3 شروع میشن، مثل 3750 3760 الی آخر 3850. حالا مدل های مختلف که اینها سویچ هایی هستن که لایه 3 هستن، یعنی علاوه بر این که با آدرس مک هم کلاینت ها رو میشناسن، میشه به تک تک پورت ها آدرس آی پی هم اختصاص داد. حالا ما در دوره CCNA 99% کارمون با سویچ لایه 2 هست. با لایه 3 ما اینجا خیلی کار نداریم، توی CCNP باش کار خواهیم کرد. خب ما وقتی که سویچ رو به دست میاریم و تهیه میکنیم، آنباکسش میکنیم، چطور میتونیم باش کار کنیم؟ برای اولین بار منظورمه، یعنی شما یه سویچ خریدید نو هست، میخوای برای اولین بار باش کار کنید. خب سویچ رو که آنباکس میکنید، از جوش در میارید بیرون، یه کابل آبی رنگ داره به نام کابل کانسول. این کابل کانسول یا کنسول چند مدل داره. یه حالت اینه، یعنی مینی یو اس بی، اون سمتش هم که RJ45. این RJ45 میخوره به پورت یو اس بی روی سویچ، میخوره به پورت یا متصل میشه به پورت کنسول روی سویچ. خب اینجا یه محل مخصوصی داره، اینجا بزرگ شده میبینید. هم حالت RJ45 هست، هم حالت مینی یو اس بی هست. خب سر دیگهش، این سر RJ45 که میخوره به سویچ، سر دیگهش میاد میخوره به کامپیوتر یا به لپتاپ شما. حالت دوم یا مدل دوم RJ45 میخوره سمت سویچ بر روی پورت کانسول، و سمت دیگهش که پورت کام هست یا پورت سریال هست میخوره به پورت سریال روی لپتاپ یا روی کامپیوتر شما. الان معمولا لپتاپ ها که دیگه ندارن، کامپیوترها هم معمولا ندارن. در هر حال اگر همچین کابل کانسولی وجود داشته باشه در سویچ شما میتونید تبدیل پورت کام به یو اس بی رو بخری، یعنی از سمت لپتاپ وصل کنی به یو اس بی، بعد یو اس بی میاد یه پورت کام نری میشه که وصل میشه به مادگی این، و از این سرم که میخوره به سویچ. حالت دیگه هم اینه که پورت کنسول روی سویچ مینی یو اس بی هست، مثل این آیتمی که تو تصویر میبینید، و این به پورت کنسول روی سویچ وصل میشه و این ورم میره به کامپیوتر، لپتاپ یا پی سی شما متصل میشه. بعد که این رو وصل کردی، باید شما با یک نرم افزاری که امکان ارتباط سریال رو فراهم بکنه وارد صفحه پیکربندی اولیه سویچ بشه. اینا رو کار میکنیم، اینا رو تمرین میکنیم با هم دیگه. خواهید دید الان بعد این صحبت هم کار میکنیم با شبیه ساز میبینید. بعد متصل بشید با یه نرم افزاری. حالا این نرم افزار میتونه هایپر ترمینال باشه، میتونه پوتی باشه، انواع اقسام نرم افزارهای مختلف که شما رو در حقیقت وارد بخش پیکربندی اولیه میکنه. خب برای پوتی یا هایپر ترمینال، اینجا برای مثال پوتی هست که شما وقتی وصل میکنید میتونید پورتش رو تعریف بکنید. اینجا توی SSH زیر مجموعه SSH میتونید انتخاب کنید که مثلا من دارم با کابل سریال یا با پورت سریال وصل میشم، حالا کام 1 باشه و چی، یا اینکه عرضم به خدمت شما بیای از هایپر ترمینال استفاده کنید. اوکی، بریم آشنایی با مودهای مختلف سویچ. ببینید دوستان، من اینجا تئوریشو میگم، تموم میشه تو همین ویدیو، بعد میرم سراغ کار عملی. در همین ویدیو کار عملیش رو هم کار خواهم کرد باهاتون. خب زمانی که شما با کابل کانسول برای اولین بار متصل شدی به سویچ، خب چندین مود مختلف یا محدودی کارکرد یا محیط کارکرد یا محیط عملیاتی مختلف دارید. اولیش بهش گفته میشه یوزر مود که علامت بزرگتر داره. میبینید اسم سویچ رو مینویسه یه علامت بزرگتر. به این گفته میشه یوزر مود. در مود یوزر اطلاعات اولیه نشون داده میشه بعد اینکه سویچ لود شد و بالا اومد، مثل نمیدونم ورژن iOS و اطلاعات اولیه. و شما در این مود نمیتونید هیچ پیکربندی انجام بدید، هیچ تغییراتی در سویچ نمیتونید ایجاد کنید. برخی از دستورات شو یا نمایش اطلاعات کار میکنه و سلام.
دیگه چیز دیگه ای کار نخواهد کرد. یه لول جلوتر لول پریویلیج یا مود اینیبل هست. مود پریویلیج یا مود اینیبل با دستور اینیبل وارد میشیم و شکل فرمان یا اعلان فرمان تغییر میکنه به علامت شارپ. خب این محیط پریویلیج یا محیط اینیبله. در اینجا میشه معمولا حالا 98.9% دستوراتی که میشه انجام داد مربوط هست به دستورات نمایشی. مثلا شما میخواید تنظیمات داخل سویچت رو ببینی چه تنظیماتی انجام دادی روی پورت ها، روی کلیات سویچ، نمیدونم، حالا یک سری تغییرات جزئی میشه اینجا داد که حالا فعلا بحثش رو نمیکنم. خب حالا بس ما توی جدول ببینیم دستور رو باید اجرا کنیم. ببین با دستور اینیبل در مود یوزر دستور اینیبل شما رو از مود یوزر میبره تو پریویلیج یا اینیبل. دستور شو رانینگ کانفیگ اطلاعات موجود بر روی مموری یا حافظه سویچ رو به شما نشون میده. شو مک ادرس تیبل آدرس مکی که سویچتون شناخته، کامپیوترهایی که بهش وصل شدن مک اونها رو معرفی میکنه. هاست نیم برای تغییر نام سویچ هست. این دستور لاین برای وارد شدن به پورت کنسول یا تلنت یا موارد مشابه هست. اگزیت خارج میشه یه مرحله، اند میاد مستقیم مود اینیبل. رایت هم اطلاعات رو ذخیره میکنه. اینا رو در موقع تمرین خواهید دید. خب من انواع حافظه ها رو هم بگم و شروع کنیم کار رو. ببینید دوستان در سویچ 4 مدل حافظه فیزیکی هست. مثل رم کامپیوتر دیدید یه قطعه فیزیکیه دیگه. در سویچ های سیسکو هم 4 مدل قطعه وجود داره: رم، فلش، رام و انوی رم. رم یک حافظه است دقیقا مثل رم کامپیوتر که دستوراتی که ما اجرا میکنیم به صورت موقت بر روی رم هست و همون لحظه هم اجرا میشه ولی ذخیره نمیشه. یعنی مثل رم کامپیوتر اگر شما دستوری رو در سویچ اجرا کنید و بعد بدون ذخیره کردن سویچ رو ریستارت کنید، خاموش روشن کنید، اطلاعات یا اون دستورات پاک خواهد شد یا اون تغییراتی که شما ایجاد کردید پاک خواهد شد. حالت دوم یا حافظه دوم حافظه هست به نام فلش. از اسمش معلومه مثل USB. شما هر چی میتونی عکس کپی کنید اصلا داخلش، هر چی میتونی داخلی فلشه. حالا برای چه کاری استفاده میشه؟ سیستم عامل سویچ که موقع لود شدن خونده میشه و لود میشه رو ما داخل فلش میذاریم. یعنی سیستم عامل سویچ داخل فلش قرار داده میشه یا داخل اون هست و باعث میشه سویچ موقع اجرا شدن بیاد اون رو از در حقیقت OS رو از داخل فلش بخونه و اجرا کنه و لود بشه و بیاد بالا. رام معادل بایوس کامپیوتره. بوت اولیه سویچ توسط رامه و رید اونلی مموری هست، یعنی هیچ نوع تغییری شما در روی نمیتونی بدی. یک استثناء داریم، اونم تغییر بر روی رام نیست، یعنی تغییرش ماندگار نیست. اونم زمانی که سویچ ما پسورد اینا بهش بدیم بعد یادمون بره، اون موقع میتونیم با اتصال پیدا کردن فیزیکی به سویچ مثلا با کابل کانسول متصل شیم، وارد محیط رام بشیم، یک سری تغییرات رو اعمال بکنیم. اونم تغییرات بر روی رام اعمال نمیشه ولی ما بدون یوزر پسورد میتونیم وارد محیط رام بشیم در اون حالت خاص. پس تا اینجای کار رم مثل رم کامپیوتر اطلاعات موقته، اگر خاموش روشن بشه میپره اطلاعات سویچ. فلش برای قرار گرفتن iOS یا فایل سیستم عامل سویچ هست. رام بوت اولیه سویچ انجام میده و انوی رم یا نان ولتیل رم غیر فرار معادل هارد کامپیوتره. تغییرات و تنظیماتی که انجام میدید هنگامی که ذخیرش میکنید بر روی این حافظه ذخیره میشه، معادل هارد کامپیوتر هست. اوکی؟ خب اینها رو اسلاید هاش رو هم ببینیم بعد بریم سراغ تمرین. خب عزیزان ببینید باز نرم افزار سیسکو پکت تریسر رو من اجرا کردم. میام اینجا پایین سمت چپ رو ببینید، سویچ رو انتخاب میکنم، 2960 رو میذارم. میخوام اول نحوه اتصال از طریق کابل کانسول رو ببینیم و پی سی رو انتخاب میکنم. یه پی سی اینجا قرار میدم. بعد میام توی کانکشن ها این کابل آبی رو انتخاب میکنم. ببینید نگرمی دارم پایینش مینویسه، اینجا مینویسه کابل کانسول. از روی سویچ کلیک میکنم، پورت کانسول وصل میکنم به RS232 یا پورت سریال کامپیوتر. خب من وارد کامپیوتر میشم. خب میرم توی دسکتاپ، اینجا نوشته ترمینال، من وارد ترمینال میشم. سرعت رو 9600 قرار میدیم، دیتا بیت روی 8، پریتی نان و استاب بیتمون هم 1. اینم فلو کنترل هم نان یعنی هیچی. اوکی که میدید ببین وارد
مود یوزر میشید. برای اولین بار که سویچ بالا میاد این مدلی به شما در حقیقت محیط کار در اختیارتون قرار میده. خب حالا اینجا میتونید دستورات مختلف رو بزنید و واردش بشید. مثلا من دستور اینیبل زدم، ولی حالا من الان نمیخوام با این کار کنم، اینو اصلا کاری باش نداریم. رو همون سویچمون کلید دیلیت رو میزنم، اینو دیلیت میکنم. اینو صرفا خواستم ببینید که چطور میشه. خب من روی سویچ کلیک میکنم CLI یا کامند لاین اینترفیس و وارد، الان من یه اگزیت بزنم ببین اینطوری میشه. دفعه اول که سویچ بالا میاد، اصلا سویچ وقتی روشن میشه، حالا چه دفعه اول باشه چه شما پیکربندی کرده باشی خاموش روشن کرده باشی، سویچ رو وارد مود یوزر میشی. شما برای اینکه از یوزر وارد مود اینیبل بشی الان دونه دونه کار میکنیم. قبل از اینکه وارد بشیم ببین من یه علامت سوال بزنم اینجا. تو هر مرحله یادتون باشه در هنگام کار با سویچ ها و راوترهای سیسکو هر مرحله گیر کردید یادتون رفت چه دستوراتی میتونید استفاده کنید، یه علامت سوال بزنید. لیست دستوراتی که در اون مرحله قابل اجرا هست و در دسترس شما هست رو به شما نشون میده. ببینید الان برای من لیست دستورات رو آورده. حالا مثلا یه دستوری ما اینجا داریم، نگاه کن، دستور اینیبل. پس من با دستور اینیبل میتونم وارد مود پریویلیج یا اینیبل بشم. 2-3 تا حرف اول دستور رو بزنید یادتون باشه، بعد کلید تب رو بزنید که خودش کامل کنه. سعی نکنید کل دستور رو خودتون تایپ کنید، چون زمانی که میخواید خودتون کل دستور رو تایپ بفرمایید ممکنه اشتباه املایی داشته باشید، بعد اون در حقیقت سیستم هنگ بکنه و یه ذره زمان بگیره اذیت کنه. عادت بدید خودتون رو به تایپ کردن 2-3 حرف اول، بعد کلید تب رو میزنید خودش تکمیل میکنه. اینتر. ببینید از حالت علامت بزرگتر رسید به علامت شارپ و وارد مود اینیبل یا پریویلیج شد. من الان دوباره علامت سوال بزنم، این دفعه لیست دستورات خیلی زیادی رو من میتونم داشته باشم نسبت به مود قبل، نسبت به مود یوزر. خب اولین چیزی که من اینجا میتونم دستوری که میتونم داشته باشم دستور شو هست. SH میتونم تب بزنم، شو ران، یه تب میزنم میشه شو رانینگ داش کانفیگ. پیکر بندی فعلی سویچ رو به من نشون بده. در حقیقت رانینگ کانفیگ یعنی کانفیگی که در حال اجراست، کانفیگی که روی مموریه، روی رمه. خب ولی خب حالا من سویچ هم نوعه دیگه، چیز خاصی نداره. ولی ببینیم اینتر که میزنیم میاد ورژن iOS رو میگه و چه سرویس های روش فعال هست یا نیست، هست نیم یا اسم سویچ، بعد پروتکل مثلا STP رو وضعیتشو گزارش میده، بعد شروع میکنه پورت ها رو میگه. پورت های اینترفیس فست ایترنت 0 و 1 0 و 2 0 و 3 با توجه به تعداد پورت های فیزیکی سویچ. این بالا نگاه کنید. من زوم این بکنم. ببین ما اینجا 24 تا پورت داریم با توجه به تعداد پورت های سویچ. این پورت کانسولمون، این هم تعداد پورت های لن سویچمون. خب اینجا هم 2 تا پورت در حقیقت گیگابیت ایترنت داریم که این فسته، اینها 24 تا فسته، یعنی 100 مگابیت بر ثانیه سرعتشونه. این پورت گیگابیت 1000 مگابیت پر سکند سرعتش هست. خب اینجا اینتر روی تا پورت 24. 2 تا هم گیگابیت ایترنت داره. بعد حالا اینتر ویلن و لاین کنسول و اینها رو نشون میده و سلام. ما میتونیم اطلاعات فعلیمون رو، یعنی پیکربندی فعلی سویچمون رو میتونیم به راحتی ببینیم. خب چند تا دستور دیگر رو هم بگم. ببینید ما برای اینکه آدرس مک کامپیوترهایی که به سویچمون متصل هستن رو بدونیم، show mac address table show mac add رو من نوشتم، بعد تب رو زدم. خب الان کامپیوتری متصل نیست دیگه به سویچ ما. ببینید این الان به سویچمون اینجا توی دیاگرام ببینیم هیچ کامپیوتر متصل نیست. من الان رو کامپیوتر کلیک میکنم، از فست اینترنت این وصل میکنم به یکی از فست اینترنت های سویچ هم. خب این هم هیچ ارتباطی نداره، طول میکشه تا مکش رو بشناسه، ولی خب حالا من متصل کردم، چه بسا آورد نشون داد. خب یه مود دیگه ما داریم به نام مود کانفیگ یا پیکربندی. مود پیکربندی هم چندین حالته. یک سری پیکربندی ها پیکربندی های عمومی سویچ هست، یعنی شما روی پورت های سویچ نمیخوای کار کنی، میخوای پیکربندی های کلی سویچ رو عوض کنی. مثلا به سویچ پسورد بدی، اسم سویچ رو عوض کنی، نمیدونم مثلا iOS سویچ رو عوض کنی، سیستم عاملش. حالا کارهای مختلف عمومی، یعنی با یه پورت خاص کار نداری، با کلیت سویچ کار داری. به اون مود ما میگیم مود کانفیگر گلوبال یا گلوبال کانفیگ. کانف
فاصله T مخفف کانفیگر ترمینال. حالا بذارید من کانف تبا بزنم، کانفیگر تی بزنم، میشه کانفیگر ترمینال. من میتونستم با دستور کانف تی هم وارد شم. ببینید شکل اعلان فرمان شد کانفیگ. الان من در مود پیکربندی عمومی سویچ هستم. مثلا با دستور هست میتونم اسم این سویچ عوض کنم. میتونم بگم هست، تبا بزنم هست نیم SW1. ببینید اسم سویچ عوض شد، این پایین شد SW1. اسم سویچ تغییر کرد. بعد یه مود هست یه ذره از این جلوتر، مثلا من میخوام برم پورت کنسول رو پیکره بندی بکنم، یا یکی از این پورت های فست ایترنت های مختلفی که ما داشتیم، این 24 تا پورتی که کامپیوتر رو بهش وصل میشن، اون رو میخوایم. مثلا اینترفیس تبو میزنم فست، تبو میزنم 0 مثلا 12 پورت شماره 12 رو وارد میشم. ببینید شد config-if رفت داخل اینترفیس رو رفت کانفیگ بکنه. خب پس یه لول جلوتر وارد شد و رفت داخل مود کانفیگ. حالا من اینجا میتونم اگزیت بزنم، یه اگزیت بزنم از کانفیگ اینترفیس برم تو مود کانفیگ، دوباره یه اگزیت بزنم از مود کانفیگ برم تو مود اینیبل. یه راه دیگه هم دارم. ببین من الان میتونم بگم اگزیت برگردم، دوباره اگزیت برگردم. خب حالا باز دوباره برم اینترفیس فست 016 مثلا. یه راه دیگه دارم اند بزنم، بگم اند توی هر مود کانفیگ باشم، یعنی کانفیگ عمومی یا کانفیگ اینترفیس، کانفیگ پورت کانسول، هر چی تو همچین جایی باشم، میتونم اندو بزنم مستقیم وارد پیکربندی بخش مود اینیبل یا مود پریویلیج بشم. و من الان اسم سویچ رو عوض کردم دیگه، درسته؟ اسم سویچ رو اینجا با دستور هست نیم عوض کردیم. خب اگر من الان سویچمو خاموش روشن کنم دوباره اطلاعات میپره چون روی رمه. برای اینکه ذخیره بشه اطلاعات یا تغییراتی که ما دادیم، دستور WR مخفف write دستورات و تغییراتی که من اجرا کردم رو ذخیره میکنه. ببین الان من مثلا بگم ریلود بکن سویچ رو دوباره ریست کن، با دستور ریلود سویچ ریست میشه. دوباره داره از نو سیستم عامل رو ببینید از حافظه فلش داره سیستم عامل رو میخونه. ببینید اینا اینجا میگه از فلش دارم میخونم، اینهاش از حافظه فلش داشت سیستم عامل رو میخوند اجرا میکنه. اینم فایل سیستم عاملشه که با پسوند بین شناخته میشه در سویچ و روترهای سیسکو. لود شد اومد بالا. ببین این دفعه دیگه SW1. چرا SW1؟ به خاطر اینکه من تغییرات رو ذخیره کردم. یا ببینید دوستان من میتونم وارد پورت نگاه کنیم. من اینجا شوران دوباره بزنم، شوران یا مخفف همون شورانی کانفیگ. ببینید انتها ما پورت کانسول داریم و پورت VTY. پورت VTY برای تلنت هست که از راه دور متصل شیم. آروم تو همین دور آموزش میدم. پورت کانسول هم برای این هست که وارد تنظیمات پورت کانسول بشیم. اونها رو با دستور لاین وارد میشیم. اول وارد مود کانفیگ میشیم. یادتون باشه هر چیزی رو در سویچ بخواید تغییر بدید، پیکربندیش بکنید، اول باید وارد مود کانفیگ عمومی بشید یا کانفیگ گلوبال، بعد از اینجا برید داخل اینترفیس، از اینجا برید داخل لاین. حالا هر چیزی لاین مثلا کانسول 0 وضعیت تغییر کرد به کانفیگ لاین. خب حالا نمیخوام، اگزیت میزنم یا اند میزنم، برمیگردم این سمت. اوکی، اینها رو تمرین بفرمایید. از درس بعد دیگه کار عملیمون با شدت و جذابیت بسیار بالایی ادامه پیدا خواهد کرد. موفق باشید تا ویدیو بعدی.